اگر میخواهید با زبان پایتون هوش مصنوعی، ربات، اتوماسیون، هک، تحلیل داده یا حتی سیستم های نظامی را درک کنید، دقیقاً این کورس برای شماست. در این کورس کامل ما با همدیگر قدم به قدم از مفاهیم ابتدایی پایتون شروع میکنیم، یعنی هیچ پیش نیازی لازم نیست. با پروژه های واقعی مثل ساخت ماشین حساب، اپلیکیشن، بازی و غیره پیش می رویم تا اینکه برسیم به مفاهیم پیشرفته تر مثل اتوماسیون فایل ها و ایمیل ها، ساخت ربات تلگرام، هوش مصنوعی پایه با پایتون، اسکریپت نویسی برای امنیت سایبری و حتی ساخت یک پروژه‌ای که می تواند برای سی وی شما بسیار مفید باشد. کورس ما به صورتی فصل بندی شده طراحی شده است. هر فصل یک هدف دارد. هر درس کوتاه، دقیق و پروژه محور است. در پایان هر فصل یک پروژه واقعی کار میکنیم که مهارت شما را تثبیت میکند و در آخر مسیر شما به عنوان یک برنامه نویس واقعی حرفه‌ای تقدیم جامعه میشوید. این کورس برای کیست؟ اگر هیچ تجربه‌ای در برنامه‌نویسی ندارید، این کورس از صفر با شما همراه است. اگر می‌خواهید وارد دنیای فریلنسری یا بازار کار بین المللی شوید و همچنان اگر می‌خواهید وارد حوزه‌های پرتقاضا مثل هوش مصنوعی، رباتیک یا تحلیل داده شوید، یا اگر فقط می‌خواهید بفهمید چرا دنیای امروز با کدها می‌چرخند، پس شما دقیقاً مخاطب این کورس هستید. چرا ما از بین صدها زبان برنامه‌نویسی پایتون را انتخاب کردیم؟ چون ساده است اما بسیار قدرتمند. پشت صحنه فناوری‌های بزرگ مثل گوگل، ناسا، یوتیوب و تسلا است. در رباتیک، داده، هوش مصنوعی، تحلیل مالی و حتی حوزه‌های نظامی مورد استفاده قرار می‌گیرد. فرصت‌های شغلی آن در حال انفجار است. شما قرار نیست فقط یک زبان برنامه‌نویسی یاد بگیرید. شما ذهنیت یاد می‌گیرید. یاد می‌گیرید چگونه مثل یک مهندس فکر کنید. یاد می‌گیرید مسئله حل کنید. خلاق باشید، کدهایی بنویسید که دنیا را تغییر می‌دهد. این فقط آغاز ماجراست. در ویدیوی بعدی ما اولین قدم‌ها را برمی‌داریم، شامل نصب پایتون، اجرای اولین برنامه و ساختی اولین لبخندی برنامه نویسی شما. پس همین حالا کانال سایبرنت را سابسکرایب کنید، زنگوله را فشار دهید و اگر این ویدیو برای شما مفید واقع شد لطفاً برای دیگران هم اشتراک گذاری کنید، چون آینده با کد نوشته می شود و شما قرار است نویسنده آن باشید. تا ویدیوی بعدی، خدایار نگهدار.